این جایده کردن شد دیدنگی افتو روبری کاری صفحه بکلاوی نوزده ایموی تکنیکی قرمی کمی کبودن عمله درما بودنش مرحبا باشم سلام علیکم حیات یکمون سلام علیکم رئیس یکمون محترم حکم صدا ما امروز نمایه کاری بکلاوی عمل شما میکنیم نامی لایحه ما باشد لایحه گمپنی جمعی معمولی برای امتیاز باستیاری شمانگه چقدر که ما میدونیم در وطن عزیز ما که وطن افتابی میباشد ما ممکن هست که ما از کلکتورهای افتابی استفاده کنیم. امروز ما در نزد شما محترم استادان و هیئت یکمون در برابر یکم طرح تخمه و طرح روشنی یکم ما میبینیم که در اینجا ما تصویر کردیم سیستم وینتیلیاتسیا و سیستم اتاپلینی گرمکنی بینو در این درس چی میتونی چاست اول سطح هوا سطح هوا جوها بعد من تربوهای نوانگی گفتگی چیز بود تربوهای ریبلیستی هسته گفتی تربوهای بلفتی هسته تربوهای ریبلیستی بلفتی در همین اوشنوهای در اوشنوهای اسپوناتی استفاده میبرن و در کمپلکسیون سپورزال ها من در این خانه های ما بلفتی تربوی استفاده کرده شده است هوای گرد هوای خونی میدید و هوای همین چی غلیظ رو میبرن خلاصه روبر نیروز نیست بها خوب ترتمیز نیست نیروز نیست بها خوب تمام شد ولی روبری کوری خطر بکلاوی زدی موی تکنیکی دستی کفتره خلوانات طلوع رای میشه مرحبا باشه سلام علیکم محترم رئیس و محترم معظم اتستاسیون دولتی آن آوزوی رویه بکلاوی خطر که در آوزوی گرم تمامی شهرک تشون شکردوه در اینجا در نقشه یک مستمه گیرزانی یک شهرکی در نقشه یک بدر از اونشون داشته است بوارده ها در اینجا بینوی استقامتی چورگوشون 17 عدد پانجوشون 1 عدد نوگوشون 4 عدد 1 عدد مکتب و 1 عدد بخچه و 1 عدد دانشکده حربی هست ما در اینجا جلوگیری کنیم و در طرف راست نقشه باشد ما سکمه جلوگیری کنیم خوبه که سکمه ما 4 خوبه ها می باشد و زیر زمینی یعنی برزین زمین دونده شده است دو خوبه برای سیستم گرمی تامین کنی یعنی آبگیری و آب خروجی و دو برای سیستم آبی گرم تامین نمودن آبولی یعنی یک خوبه برای آبی گرم دادن و دیگر خوبه برای سرکولیسیونی یعنی برگشت آمدن در نقشه ایدر دانشجوی کشور زمانگی در موضوع لایحه گرمکنی و تازه‌کنی نیروی مناسب فراهم
دو اشونه عبارت بوده، از سرخانه و دو اشونه عبارت بوده. یعنی بینوی جمعیتی ما در شهر دوشنبه قرار دارد. پیش از تمام کار رو از جمع‌آوری معلومات‌های ابتدایی آغاز نمودیم. یعنی معلومات‌های ابتدایی این خاراکتریستیک‌های خبرهای کنسترکسیونی بیرون اقلیم و اقلیم اینا رو باشد. بیشتر که ما در این روز می‌بینیم نقشه تخمینی باشد. نقشه تخمینی ما از یک جمع خونه‌های عبارت بوده. یعنی که در این خونه‌های ما یک از طرف چپ یا عبارت باشد. من خالقوف پرویز دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد سیفالدین اوسیمی. من 4 سالی عمرم در این دانشگاه تحصیل کردم و نهایت به ختم کار دیپلمی رسیدم و امروز من کار دیپلمی را ختم کرده و اعضایان کمیسیه هستم. ما انتظاری بهای اعضای کمیسیه هستیم. من حکیم داوود دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد سیفالدین اوسیمی. من سفرزاده محمد ایوب دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک اوسیمی. من خوشحال از آن هستم که این دانشگاه را با بهای بالا ختم کردم. Mas a gente marcou o Pancho, vamos no cu.